حالا به این فکر کردید که یه تغییر کوچیک توی انجام کارها چطور میتونه زندگی شما رو دگرگون بکنه؟ کارهای کوچیک با تأثیرات بزرگ. هر قدم کوچیک که برمی‌دارید میتونه به جریان‌های بزرگ و تأثیرگذارتری تبدیل بشه. اگه هر روز فقط 1% رشد بکنید، در پایان 365 روز از سال شما 37 برابر خواهید شد. در مورد اهمیت زمان که لازم نیست چیزی بگم. همه ما میدونیم زمان مهمترین سرمایه ما در زندگیه. جهش کوانتومی با یک سری تکنیک‌های بسیار ساده میاد استفاده از این منبع ارزشمند زندگیمون رو به ما آموزش میده. جهش کوانتومی به شما کمک میکنه که به بهترین نحو از این سرمایه ارزشمند زندگی که همون زمان هست استفاده بکنید و اثر پروانه‌ای رو در زندگیتون بتونید مشاهده بکنید. به عبارت دیگه برنامه جهش کوانتومی میتونه تکنیک‌های مدیریت زمان و بهره‌وری رو به شما آموزش بده. به جهش کوانتومی خوش آمدید. اگه به رشد و شکوفایی خودتون و سازمانتون علاقه‌مند هستید، با ما همراه باشید.